بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، امروز بعون الله سبحانه و تعالی مثل رمضان های گذشته کتاب را انتخاب کردیم. مایدی ماه رمضان، روزه، از آن شیخ علامه صالح ابن فوزان ابن عبدالله الفوزان. کتاب به نام اتحاف اهل الایمان بدروس شهر رمضان. این عنوان کتاب است، یعنی هدیه به اهل ایمان، هدیه بخشیدن هدیه به اهل ایمان عایدی درس های ماه رمضان. کسی که کتاب نداشته باشد میتواند که از طریق موقع ما کتاب را دستگیر که دسترسی خود کند انشاءالله. شیخ پیش از شروع درس ها مقدمه را ذکر میکند. گفته است: المقدمه، پیش گفتار: الحمد لله الذي شرع لعباده صيام شهر رمضان. یعنی تمام مدح و ستایش برای الله باد، ذاتی که برای بندگانش روزی ماه رمضان را همچون شرعی قرار داد، قانونی قرار داد. و جعله احد ارکان الاسلام، و ماه رمضان را یا که روزی ماه رمضان را یکی از رکنهای اسلامش قرار داد که اسلام از چند رکن عبارت است؟ از 5 رکن، چون که در حدیث مشهوری جبرئیل آمده است. در دویم حدیث از کتاب الاربعون النوویه هم خلاص یکم حدیث درباره انما الاعمال بالنیات باشد، دویم حدیث مشهوری جبرئیل است. والصلاة والسلام على نبينا محمد افضل من صلى و صام. و درود و سلام به پیغمبر ما باد، نامش محمد صلی الله علیه و سلم است. از همه بزرگترین شخصی است که نماز گزارید و روزه داشت. و علی آله و اصحابه البررة الكرام، و نیز درود و سلام به اصحابی گرامیش باد. اصحابی که البرره، انسانی که آبرومند بودند، انسانهای آبرومند و گرامی قدر. و بعد، شیخ می فرماید بعد از درود و سلام به پیغمبر صلی الله علیه و سلم، قبل از همه ستایش به الله حق سبحانه و تعالی، می فرماید که فهذه دروس تتضمن التذکیر بفضائل هذا الشهر المبارک. یعنی این درس هایی که برای شما پیشنهاد کرده می شود، اونها را هر روز درس با روزهایی یا که با شماره روزهای رمضان درس هایی می باشند که در بر می گیرند همچون خاطره، همچون چی؟ همچون خاطره می باشند عاید برتری و بزرگی این ماه مبارک. والحث علی الجد والاجتهاد فیه. این درس ها در بر می گیرند عاید ستیزه و امر به تلاش و کوشش کردن در این ماه. و اغتنام ایامه و لیالیه، و غنیمت دانستن شب و روز این ماه را، یعنی روزی در روز روزه داشتن و در شب نمازی شب را ادا کردن که به نام نمازی تراویح هست. و همچنین اون اجر و ثوابی که الله سبحانه و تعالی در این ماه برای ما و شما عطا می بخشد، در دیگه ماه ما این اجر و ثواب به دست آوردن نمیتوانیم. بارک الله فیکم. بنابراین روز رمضان و شب رمضان اینها روز و شبهای غنیمت می باشند که
انسان باید که این شب و روز را به طاعت و عبادت، به ذکر و به قرآن خوانی و به درس و دیگر یعنی عبادت ها گذراند. مع الاشاره الى بعض الاحکام الفقهیه المتعلقه بالصيام والقيام، همچنین در برابری یعنی اینها ذکر کرده می شود در این درس ها حکمهای فقهی را. حکمهای چرا؟ حکمهای فقهی را که تعلق به روزه می باشند و تعلق به یعنی قیام این شب ها می باشد. تعلق به روزه مثلا چی روزه را می شکند، روزه را چگونه داخل می شود، چگونه ادا می شود. خب ابتدای مثال گیریم امساک، مثال ابتدای روزه، انتهای روزه کی میشد و همچنین فقه میگذرد آیدی مثال گیریم چند رکعت نماز گذاریدن و هاکذا. اینها را مسئله های فقهی میگویند آیدی روزه و قیام شب رمضان. قصدت بکتابتها تذکیر نفسی و اخوانی، یعنی مقصد از نوشتن من این درس ها را همچون خاطره برای خودم یا که خاطر رسوم برای خودم و برای برادرهایم. سائلا الله ان ينفع بها من كتبها و من قرأها و من سمعها من المسلمین. از الله مسئله دارم که با این درس ها سود بخشد، فایده بخشد کسی را که این درس ها را می نویسد و کسی که اینها را می خواند از مسلمان ها و کسی حتی نخواند و ننویسد هم گوش کند هم شیخ در حقش دعا میکند. مثلا نه همه کس میتواند این درس ها را نویسند، نه همه کس این درس ها را میتواند خواندن، چون که به زبان عربی است. بارک الله فیکم، ما و شما عجم هستیم. بالاقل یعنی که کسی گوش کند از الله مسئله دارم که برای سود بخشد، فایده بخشد میگوید شیخ در حق ما و شما دعا میکند. و ان یغفر لی ما وقع فيها خطأ او تقصیر. نیز از الله مسئله دارم که مرا ببخشد اگر در این درس ها، در رفت نوشتن این درس، در وقت القای این درس من یگون خطاگی کرده باشم یا که یگون خطاگی صادر شده باشد، یگون کمبودی و نقصان از من صادر شده باشد، مثال الله مرا ببخشد. و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و آله و صحبه، و در آخر درود و سلام بفرستد الله سبحانه و تعالی به پیغمبر ما محمد و به خاندان و به جمیع اصحابش. اکنون بارک الله فیکم درس یکم سر می شود. گفته است که الدرس الاول فی بیان متى فرض صوم شهر رمضان علی الامه. یکم درس آیدی چی بوده است؟ در بیانی کی روزه ماه رمضان بالای امت فرض شده است. در باره چی بوده است؟ کسی پرسد که روزه ماه رمضان بالای امت یعنی امت محمد صلی الله علیه وسلم کی فرض شده است؟ باید که ما دانیم. بارک الله فیکم. تحت این عنوان، زیر این عنوان شیخ می فرماید چنین: الحمدلله ذی الفضل والانعام. تمام مدح و ستایش برای الله باد، صاحبی فضل، صاحبی نعمت. هر نعمتی که به ما و شما می رسد و از الله است. بارک الله فیکم. شرع الصيام لتطهير النفوس من الآثام. الله ذات است که روزه گرفتن را در ماه رمضان شرعی قرار داد به خاطر پاکیزه گردانیدن نفس ها را از گناه ها. یعنی به وسیله روزه نفس های ما و شما از گناه ها چی می شود؟ پاکیزه می شود، تازه می شود. والصلاة والسلام على نبينا محمد خير من صلى وصام وداوم على الخير واستقام. و درود و سلام به پیغمبر ما باد، به محمد که بهترین ذات است که نماز گزارید و روزه داشت و به تمامی کارهای خیر بر دوام بود. این خیلی نبود که مثلا یه روز کاری خیر کند دیگر روز او را ترک کند. در تمامی کارهای خیر بر دوام بود. و استقامه و به همون کار خیر یعنی استقامت میکرد، یعنی همون را سخت میقپید. و علی آله و اصحابه و من اقتدى به علی الدوام. اما بعد. و نیز درود و سلام به
خاندان او باد و به اصحابش و به تمامی کسانی که پیروی از او میکنن با طریقی بردوام همیشگی. اما بعد الله سبحانه و تعالی در قرآن در سوره بقره در آیه 183 چنین میفرماید: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. این فرضیت روزه است. بارک الله فیکم. اگر کسی پرسد که دلیل چیست که روزه بالای امت محمد صلی الله علیه وسلم فرض شده است، باید که ما شما دانیم که در سوره بقره در آیه 183 الله تعالی گفته است که یا ایها الذین آمنو، یعنی ای کسانی که ایمان آورده اید، کتب علیکم الصیام، با شما یعنی برای شما روزه را فرض گردانیده شد، کما کتب علی الذین من قبلکم، چنانه که روزه را فرض گردانیده شده بود به کسانی که قبل از شما بودند. حکمت از روزه چیست؟ در آخری آیت میفرماید که لعلکم تتقون، تا شما تقوا کنید، یعنی تا شما به سبب روزه، به وسیله روزه شما تقوا بکنید. معلوم میشه که بارک الله فیکم یکی از سببهای اون که کس تقوا دار شود باید که روزه بگیرد، باید که چی؟ روزه دار باشد. نعم. شیخ میفرماید زیر این آیات گفته است که والآیات بعدها فقد ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمة أنه كتب الصيام على هذه الأمة كما كتب على من قبلها من الأمم. و همچنین آیاتی بعد از این ذکر شده. الله سبحانه و تعالی در این آیات کریمه ذکر می کند، بیان و روشنی می اندازد که روزه را بالای این امت، یعنی بالای امت محمد صلی الله علیه وسلم فرض گردانیده است، چنانه که به کسانی که از امتان پیشینه قبل از ما بودن فرض گردانیده بود. و کتب بمعنی فرض. در آیه کریمه اگر اهمیت داده باشید گفته است که کتب علیکم الصیام. کتب به معنای چی می شده است؟ فرض، یعنی نوشته شده است، به معنای چی؟ فرض گردانیده شده است. فالصيام مفروض على هذه الأمة وعلى الأمم قبلها. خلاصه روزه فرض بوده است یا که فرض شده است بالای این امت و به امتانی که قبل از این امت بودن، مثل میساگریم یهود و نصرانی ها و دیگرها. شیخ حفظه الله تعالی بعداً میفرماید که چی میفرماید؟ قال بعض العلماء في تفسير هذه الآية. بعضی علما در تفسیر این آیت چنین گفتند، یعنی در تفسیر کدام آیت؟ آیت سوره بقره 183. عبادة الصيام مكتوبة على الأنبياء وعلى أممهم من آدم إلى آخر الدهر. عبادت روزه یکی از عبادت هاست. بارک الله فیکم. عبادت روزه فرض شده است بالای پیغمبران و بالای امتشان، بالای پیغمبران و بالای امتشان فرض شد از زمان آدم تا به آخر. از زمان آدم علیه السلام این روزه فرض بود تا به آخر، یعنی که تا قیامت، تا آخری پیغمبر صلی الله علیه وسلم. وقد ذكر الله ذلك لأن الشيء الشاق إذا عم سهل فعله على النفوس وكانت طمأنينتها به أكثر. چرا الله سبحانه و تعالی میفرماید که بالای این امت فرض شد یا که بالای شما روزه فرض شد، چنانه که این فرض شده بود به امتان پیشینه. چرا امتان پیشینه را ذکر میکند؟ زیرا یک چیزی مشقت اگر او عمومی باشد، یک چیزی روزه گرفتن مشقت است. بارک الله فیکم. وقتی یک چیزی مشقت عمومی باشد، انجام دادن او بالای نفس ها آسان میگردد. مثلا کس نمیگوید که چرا همین چیزی مشقت بالای ما امت ها آمده است، بالای یهودیت نبود، بالای نصرانی ها نبود. فهمیدید؟ معلوم میشه که از بس که این چیزی مشقت است، الله ذکر میکنه که این مشقتی روزه نه فقط برای شما بود، برای دیگر امتان هم بود. وقتی که این ما خبردار شدیم که این روزه از زمان آدم علیه السلام تا زمان ما بود، بالای پیغمبران، بالای امتشان بود، همین خبر را که ما و شما شنیدیم، سهول فعله علی النفوس، انجام دادن این روزه بالای نفسا چی میشن؟
آرام میشد، سبک میشود. و کانت تطمئنین بها اکثر، یعنی آیدی این عبادت نفس ها بسیارتر آرام میشوند و باوری پیدا میکنند. فهمیدیم؟ بارک الله فیکم. یعنی که نفس نمیتواند در این حالت سرپیچی کند. نفس نمیتواند در این حالت چی سرپیچی کند که چرا بالای ما همین مخصوص آمده از این چیزی وزنین، نه بالای امتان پیشینه نیز آمد. فهمیدیم؟ بارک الله فیکم. بعدا شیخ میفرماید حفظه الله تعالی فالصيام اذا فريضة على جميع الامم. فهمیدیم که روزه بالای جمیع امت ها چی شده بوده است؟ فرض شده بوده است. و این اختلفت کیفیت و وقت، گرچنده که یعنی که مثال گیریم کیفیت روزه برای ویها و برای ماها و وقتی روزه برای ویها و برای ماها چی باشد؟ گوناگون باشد. یعنی اعتبار در این نیست. قال سعید بن جبیر چنین گفته است که کان صوم من قبلنا من العتمة الى الليل القابلة. ويريد شيء؟ یعنی سعید بن جبیر گفته است که روزه کسانی که قبل از ما بودن از یکمین 31 شب آغاز می شد. از یکمین 31 شب، یعنی که شب را 3 تقسیم میکردن، یکم تقسیمش آغاز می شد روزه گرفتن تا شبی آینده. روزه یعنی که همین طور بود برای امتان پیشینه. کما کان فی ابتداء الاسلام، خیلی که در ابتدای اسلام هم همین طور بود میگوید شد، یعنی که سعید بن جبیر. وقال الحسن یعنی که حسن بصری را میگویند، گفت است که کان صوم رمضان واجبا علی اليهود. روزی ماه رمضان بالای یهود واجب بود. روزی ماه رمضان بالای یهود چی بود؟ واجب بود. لکنهم ترکوه، ولی ویها چی کردن؟ این را ترک کردن. و صاموا یوما فی السنه، در یک سال 1 مرتبه روزه گرفتن. زعموا انه یوم غرق فرعون، گمان کردن که همین روزی که ما در 1 سال 1 مرتبه روزه میگیریم، این روزی است که الله فرعون را چی گردانید؟ غرق گردانید، یعنی زیر آب کرد. و کذبوا فی ذلک. حسن بصری میفرماید که در این سخن ایشان تکذیب کردند، دروغ گفتند. فان ذلك اليوم یوم عاشوراء، اون روزی که میگویند که ما در این روز روزه میگیریم به خاطر آن که این روزی رمضان ما همین است و روزی است که مثال گیریم فرعون را چی غرق گردانیده شده است، میگویند دروغ است. این روزی عاشورا است، روزی که فرعون را سبحانه و تعالی زیر آب کرد. و روزی چی بود؟ روزی عاشورا بود، نه روزی رمضان بود. فهمید؟ و کان الصوم ایضا واجبا علی النصارى، روزه بالای نصرانی ها نیز واجب بود. لكنهم بعد ان صاموا زمانا طويلا صادفوا فيه الحر الشديد. ولی نصرانی ها هنگامی که زمانی دراز روزه گرفتند و در این روزه با روزهای گرمی سخت روبرو شدند. میدونید که مثال گیریم ایام روزه با ایام ماه راست می آید و ایام فصلهای بهار و تابستان و زمستان و تیر ماه، اینها با ایام شمس راست می آید. فهمیدید؟ بنابراین هر سال تقریبا 10 روز روزه چی می آید؟ بر وقت می آید یا دیر؟ بر وقت می آید. همین طور است. اینها نیز یعنی نصرانی ها نیز روزه گرفتن بر دوام، یکی در دوام روزه گرفتن با روزهای سخت چی شدن؟ روبرو زدن. فکان یشق علیهم فی اسفارهم و معایشهم. بس ایشان خب بالای ایشان روزه در سفرهایشان مشقت افتید و در زندگیشان مشقت افتید.
فاجتمع رأي علمائهم ورؤسائهم على أن يجعلوا صيامهم في فصل من السنة بين الشتاء والصيف. بس علمایشان به یک رأی جمع شدن، رئیسهایشان به یک فکر آمدن که روزه را در یک فصل از سال قرار می دهند که وی فصل بین زمستان و تابستان باشد. خب در یک فصل قرار می دهند را که زمستان و تابستان باشد. فجعلوه فی الربیع، بس روزه را در فصل بهار قرار دادن. گفتند که فصل بهار فصل است که نه خنک است و نه گرم است، در همین فصل ما روزه میگیریم. گفتند و حولوه الى وقت لا يتغیر، خلاصه روزه را به یک وقت برگردانیدن یا که قرار دادن که این وقت دیگرگون نمی شود، فصل بهار دیگرگون نمی شود. ثم قالوا عند التحویل، بعد از آن وقتی که روزه را در وقت بهار قرار دادن، بعد این گفتن زیدوا فیه 10 ایام کفارة لما صنعوا فصار 40، بس علاوه کردن 10 روز دیگر همچون کفارت بنابر این کاری که انجام دادن. یعنی خودسرانه روزه را در یک وقت قرار دادن و گفتند که برای خاطر این خودسرانه کار کردن ما 10 روز دیگه علاوه میکنیم همچون کفارت، همچون بخشش گناه ها، شاید الله ما را ببخشد. گفته فصار 40، بس 30 روز یا که 29 روز نیو 40 روز روزه برایشان قرار داده شد. مهم تکرار میکنم، نصرانی ها علماءشان و رئیس هایشان به یک خلاصه آمدن، گفتن که روزه را در یک روز یک فصل قرار میدهیم که فصل های سالانه، یعنی فصل بهار و تابستان و گویم چه زمستان و تیر ماه، و اختیار کردن فصل بهار را. گفتن که یک فصل بهارنده ما روزه میگیریم دایم. خودسرانه از طرف الله یک وحی شدگی نه. گفتن که این وقتی است که دیگرگون نمی شود، هر بهار روزه میگیریم. گفتن یا 29 یا 30 روز. بعد از آن چی کردن؟ با خودسرانه 10 روز دیگه علاوه کردن برای 30 روز. مزمون گفتن که این کفارت برای این کار کردگی ما، یعنی که این روزه را خودسرانه قرار دادن. همین طور است، خودسرانه برای خاطر خودسرانه این کار را کردن ما 10 روز دیگه علاوه کردن و روزه برایشان 40 روز شد. دیدید؟ بارک الله فیکم چگونه احکام الله را دیگرگون میکنه. الله سبحانه و تعالی پناه دهد هر کسی ما و شما را مثل صوفی و منی شیعه هایی که از نام اسلام دعوا میکنن در دین اسلام چقدر تغییرات و دیگرگونی ها کردن. و قوله تعالی، بعدن شیخ صالح بن فوزان حفظه الله تعالی میفرماید که لعلكم تتقون، تا شما تقوا بکنید، ای بسبب الصوم، بسبب روزه تا شما تقوا بکنید. فالصوم يسبب التقوى لما فيه من قهر النفس وكسر الشهوات، یعنی روزه باعث و سبب تقوا می شود، به خاطر آن که در روزه این قهر نفس است و شکست شدن شهوت می باشد. یعنی کسی روزه گیرد نفس او زیر قهر می ماند و یا که بسته می شود و شهوت او شکسته می شود. و قوله تعالی، و سخن او تعالی که فرمود فمن کان منکم مریضا او على سفر فعدة من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الله سبحانه و تعالی می فرماید که بس کسی از شما بیمار باشد یا که در سفر باشد، فعدة من ایام اخر، بس باید که به روزهایی که میخورد در دیگر روزها یعنی که روزه بگیرد. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين،
و کسانی که طاقت او را دارن، یعنی که به مشقتی ها روزه میگیرن، فدیتون طعام و مسکین، باید که فدیه بدهن به هر روزه خورانیدن یک مسکین. شیخ می فرماد که قیل هی ایام من غیر رمضان. همین خیلی قول است که میگویند که اینها روزهایی می باشند که روزهای غیر رمضان می باشند. و کانت 3 ایام، 3 روز می باشد. و قیل هی ایام رمضان، گفتن که نه، اینها سخن درباره روزهای رمضان می باشد، لانه بینها فی الآیه التي بعدها بقوله شهر رمضان. گفتن که اینها روزهای رمضان می باشند چون که الله سبحانه و تعالی در دیگر آیت که بعدی او ذکر می شود با قول خود ماه رمضان گفته ذکر کرد. معلوم می شود که سخن درباره رمضان است. قالوا، گفتن و كانوا في اول الاسلام مخيرين بين الصوم والفدیه. گفتند که در اول اسلام، در ابتدای اسلام، مردم اختیار داشتند میان روزه گرفتن و فدیه بخشیدن. بنابر قول او تعالی که در آیت 184 از سوره بقره چنین فرمود: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم. و به کسانی که یطیقونه فدیه، یعنی که طاقتی او را دارند یا که آن را به مشقتی میگذرانند، فدیه دادن یک مسکینی است. فمن تطوع خیرا، کسی که یعنی که در کارهای خیر، در این کار خیر علاوه کند با اختیار خود، این برایش بهتر است. و ان تصوموا خیر لکم، و روزه گرفتن برایتان بهتر است. من خسته در پشت شما بدر بپوشیدم. نعم، بارك الله فيكم. ثم نسخ التخيير بإيجاب الصوم عينا. بعد از آن این اختیار را یعنی نسخ کرده شد، از حکم بیکار کرده شد به سبب واجب گردانیدن روزه را همچون واجب عینی، با قول الله سبحانه و تعالی: فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. کسی از شما، یعنی که در این ماه در این ماه حضور داشته باشد، در سفر نباشد، بیمار نباشد، فلیصم، باید که روزه این ماه را بدارد. و حکمت ذلك، حکمت در این چیست؟ حکمت در این آن است که التدرج فی التشریع و الرفق بالامه، یعنی زینه به زینه در قرار دادن شریعت و مهربانی به امت. لأنهم لما لم يألفوا الصوم كان تعيينه عليهم ابتداء فيه مشقة. چرا در ابتدا اول برایشون اختیاری بود، خواهند روزه بگیرند و خواهند فدیه بدهند، یعنی که یک مسکین خورانند و روزشون را بخورند. این اختیاری برای چی بود؟ شیخ می‌فرماید که در این حکمت است، یعنی این حکمت در درجه و زینه به زینه شریعت را جاری کردن است و مهربانی به امت است. زیرا ایشان وقتی که حالا عادت نکردند روزه گرفتن را، یک و یک باره برایشان فرض گردانیدن روزه در ابتدا مشقت می افتد. بنابراین فخیروا بینه و بین الفدیه اولا، بنابراین در ابتدا، در اول برایشان اختیار بخشیده شد میانی روزه گرفتن و میانی فدیه دادن. ثم لما قوی یقینهم و اطمأنت نفوسهم و الفوا الصوم وجب علیهم الصوم وحده. بعد از آن وقتی که یقینشان به قوت شد، ایمانشان قوی شد و نفسهایشان آرام گرفت و روزه گرفتن را عادت کردند، برایشان تنها روزه گرفتن واجب شد، نه فدیه بخشیدن
ولهذا نظائر في شرائع الإسلام الشاقة و چنین نوع از انواع قانونهای وزنین اسلام بسیار آمده است. فهي تشرع بالتدریج، بنابراین اینها در شریعت همچون درجه به درجه و زینه به زینه میاد. مثلا شرابخوری، شراب نوشی که در بین عرب ها مشهور بود، بارک الله فیکم، یک باره شراب نوشیدن منع نشده بود، به تدریج و در آخر یعنی که کلن که تماما منع شد، بارک الله فیکم. لكن الصحيح أن الآية منسوخة في حق القادر على الصيام. ولی صحیح آن است که شیخ می‌فرماید که آیت منسوخ شده است در حق شخصی که قادر است و توانایی دارد به روزه گرفتن. کسی که قدرت و توانایی داشته باشد به روزه گرفتن و حق فدیه دادن ندارد. و اما في حق العاجز عن الصيام لكبر او مرض لا يرجى برؤه فالآیه لم تنسخ في حقهم. اما در حق کسانی که عاجز هستند از روزه گرفتن، یعنی هرگز نمیتوانند روزه گرفتن به خاطر پیرانسالی، به خاطر بیماری که امیدی یعنی که شفا یافتنشان نیست، آیت در حق اینها منسوخ شدگی نیست. فلهم ان یفطروا و یطعموا عن كل یوم مسکینا. چنین نوع انسان‌هایی که یعنی که کلانسان هستند یا که بیماری بردوام دارند، می توانند که روزشون را بخورند و در هر روز مسکینی را خورانند. ولیس علیهم قضا، و بالای اینها قضا واجب نیست. اما غیرهم فلواجب علیهم الصوم. اما غیر از اینها با دیگر کسها یعنی که روزه گرفتن بالایشان چی واجب و حتمی می باشد. فمن افطر لمرض عارض او سفر فانه یجب علیه القضاء. پس کسی که به خاطر بیماری مؤقتی افطار کند یا که به خاطر سفر افطار کند، بس واجب است بالای او چی قضا. لقوله تعالی، بنابر قول الله تعالی که الله سبحانه و تعالی در سوره بقره در آیه 185 فرمود: فمن شهد منکم الشهر فلیصم. کسی از شما در این ماه حضور داشته باشد باید که روزه این ماه را بدارد. و من کان مریضا، و کسی بیمار باشد، او علی سفر، یا که در سفر باشد، فعدة من ایام اخر، باید که در دیگر روزهای به مقدار همین روزهای خورده‌اش روزه بگیرد. بعداً بارک الله فیکم شیخ می فرماید که وقد فرض صيام شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة. واقعاً روزی ماه رمضان در سال دوم هجرت یا که هجری فرض گردانیده شد. نعم. و صام رسول الله صلی الله علیه و علی آله و سلم 9 رمضانات. و رسول الله صلی الله علیه و علی آله و سلم 9 رمضان را روزه گرفت. و صار صوم رمضان حتما و رکنا من ارکان الاسلام. بس روزه ماه رمضان همچون رکنی حتمی گردید از ارکان اسلام. من جحد وجوبه کفر. واجب بودن این روزه را کسی انکار کند کافر می شود. و من افطر من غیر عذر و هو مقر بوجوبه فقد فعل ذنبا عظیما يجب تعزيره وردعه وعليه التوبة إلى الله وقضاء ما أفطر. و کسی افطار کند بدون عذر، یعنی بی عذر روزش خورد، و حالا اینکه او واجب بودن روزه را اعتراف کند، اقرار باشد، چون این کس گناه بزرگی را انجام داده است که واجب است از جانب حکومت وی را جزا داده شود، وی را باید که باز داشته شود و بالای او توبه کردن به الله واجب است، یعنی که باید که به الله برگردد، مراجعت بکند، توبه بکند و هر قدری که خورده است همان قدر را باید که چی کند، قضاگیش را بدارد.
این بود بارک الله فیکم درس یکم. در آخر میفرماید شیخ هذا و بالله التوفیق و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و آله و صحبه. با همین توفیق از جانب الله هست. الله درود و سلام بفرستد به پیغمبر ما محمد و به خاندان و به جمیع اصحابش. با همین درس یکم به آخر رسید. ان شاء الله درس دوم را پگاه خواهیم دوام داد. و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم تسلیما مزیدا والحمد لله رب العالمین و بارک الله فیکم.